سرخط مهمترین خبرها. در پی حمله مسلحانه از قلمرو افغانستان به تاجیکستان 3 شهروند چین به هلاکت رسیده است. امامعلی رحمان سپارش داد موضوع ماندن پنل‌های آفتابی در خانه‌های مردم آموخته شود. از سال آینده حجم جریمه و انداز زیاد می شود. نشان دهنده برای حسابها در سال 2026 78 سامانی مقرر شده است. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم میدیبکی سید از دوشان. در پی حمله مسلحانه از قلمرو افغانستان به تاجیکستان 3 شهروند چین به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر بیانیه گفت حادثه شب 26 نوامبر در ناحیه شمس‌الدین شاهین رخ داده است. گفته می شود حمله به باشگاه کارمندان جمعیت شاهین سم در اتریاد سرحدی یال این ناحیه رخ داده است. حمله مذکور با استفاده از سلاح آتشفشان و دستگاه پرواز کننده به سرنشینی مجهز با نارنجک عملی گشته است که در نتیجه آن 3 کارمند شرکتی مذکور شهروندان چین به هلاکت رسیدند آمده است. در خبری رسمی مخابران تاجیک میگویند با وجود تلاش‌های منتظم جانبی تاجیکستان جهت حفظ امنیت و ایجاد فضای همکاری متقابلا سودمند در منطقه‌های نزدیک سرحدی تاجیکستان افغانستان، عمل‌های گروه‌های جنایتکار واقع در قلمرو آن کشور برای خلل‌دار نمودن وضع سرحدی ادامه دارند. تاجیکستان این عمل را قاطعانه محکوم نموده از گروه حاکم در افغانستان خواسته است جهت تأمین ثبات و امنیت در خط سرحدی دولتی دو کشور همسایه تدبیرهای مؤثر اندیشند. 25 نوامبر امامعلی رحمان پرزیدنت کشور در مجلس حکومت سپارش داده است که موضوع ماندن پنل‌های آفتابی در خانه‌های مردم و وصل و هماهنگ نمودن آنها با شبکه‌های برقی کشور آموخته شود. اینچنین گفته شده است که فرهنگ استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق در بین مردم وسیع ترغیب کرده شود. دفتر مطبوعات رئیس جمهور کشور نوشت در مجلس حکومت برنامه رشد ساحه انرژتیک برقی برای سال‌های 2026-2030 بررسی شده است. لایحه قراری مذکور با مقصد تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمرناک انرژی برق تهیه و پیشنهاد گردیده است. طبق این برنامه تا سال 2030 باید در تاجیکستان استحصال انرژی برق از حساب نیروگاه‌های برقی آبی نو، از نوسازی نیروگاه عمل کننده و برقرار گردیدن اقتدارهای از دست رفته بنابر فرسوده بودن تجهیزات 1500 مگاوات از حساب انرژی آفتاب زیاد کرده شود. یک نشان دهنده برای حسابها در سال 2026 از 75 سامانی به 78 سامانی بالا می رود. این مقررات در قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2026 درج گردیده است که آن را حکومت کشور تصدیق کرده است. نشان دهنده برای حسابها در بودجه با نظرداشت سطح تورمی که برای سال موافق پیش بینی شده است مقرر کرده می شود. در تاجیکستان انداز، باج، پرداخت‌های دیگری حتمی، پرداخت‌های اجتماعی، جریمه و دیگر پرداخت‌ها موافق نشان دهنده برای حسابها تعیین کرده می شود. با این ترتیب شروع از 1 ژانویه سال 2026 در تاجیکستان حجم انداز و جریمه، باج‌ها، مبلغ خدمت آلترناتیوی، سیاه کردن آینه ماشین‌ها و دیگر پرداخت‌ها زیاد می شود. خدمات علاقه تاجیکستان با رهبران شرکت‌های موبیلی سبب عامل‌های پس گردیدن صفت و دسترسی شهروندان به علاقه موبیلی و اینترنت را بررسی کرده است. طبق اطلاع این نهاد به رهبران شرکت‌های موبیلی برای سریع وقت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته، برقرار نمودن خدمت رسانی با صفت به مشتریان و تأمین معتدل علاقه موبیلی و اینترنت سفارش‌های مشخص داده شده است. در خبری رسمی آمده است که مسئولین شرکت‌های موبیلی نوابسته از قطع یا محدود گردیدن تأمین قوه برق در منطقه‌های خدمت رسانی و نقطه‌های آسیب پذیر باید با استفاده از پنل‌های آفتابی، اکومولاتورهای ذخیروی و دیزل ژنراتورهای کارشویم فعالیت همه ایستگاه‌های بازاری موبیلی را منتظم و بی توقف به راه مانند. شرکت‌های موبیلی همزمان عهده‌دار شدند که برای شفافیت و حفظ حقوق استعمال کنندگان در حالت‌های پیش آمدن ضرورت قطع نمودن موقتی خدمت رسانی‌ها مشتریان را پیشکی و سریع وقت به طور حتمی آگاه نمایند. آگاهی‌نامه شرکت‌ها به مشتریان در این خصوص باید با نشان دادن سبب‌های قطع‌شوی، منطقه‌های تأثیرپذیر، وقت آغاز و مهلت تخمینی برقرارسازی خدمت رسانی توسط SMS پیام‌ها، خبرهای فوری در سامانه‌های رسمی شرکت‌ها و صفحه آنها در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده شود. اطلاع می‌دهد منبع. در واخوری برای رسیدن به عرض و شکایت و درخواست‌های مشتریان، استفاده برندگان علاقه موبیلی و اینترنت که گفته می‌شود وقت‌های اخیر توسط شبکه‌های اجتماعی پهن می‌گردند، از حساب کارمندان خدمات علاقه و رهبران و مسئولین شرکت‌های موبیلی گروه کاری تأسیس داده شده است. ساکنان کشور از آن شکایت می‌کنند که در صورت خاموش شدن برق، موج علاقه و اینترنت هم دستمزد می‌گردد و باعث مانع‌ها در کار و معاشرت آنها می‌گردد.
در دوشنبه 40 سوداگر برای گران فروختن گوشت جزا گرفتند. مقامات میگویند در پی یک سنجش در بازار مرکزهای سودای پایتخت 40 حالت از معیار گران فروختن محصولات گوشتی آشکار شده است. پلیس دوشنبه در بیانیه گفت از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و پروکراتوره در بازارهای مهرگان، سخاوت، فراوان، خاوران و دکان و مرکزهای سودای بزرگ کارهای فهماندهی گذرانیده شده ایستاده است. در برابر کارهای فهماندهی همزمان نسبت نفرانی که دیده و دانسته محصولات را از معیار معین شده گران می‌فروشند برای فریب استعمال کنندگان با ماده 627 و برای خودسرانه بلند برداشتن نرخ محصولات با ماده 555 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است. آمده است در خبر رسمی. نظر خود فروشنده‌ها معلوم نیست. مقامات از تاجران دعوت کردند که نرخ محصولات را خودسرانه بلند نبردارند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.